آقای روحانی و تیم آقای روحانی از روز اول نگاهشون بر انجام کار بود. یعنی هر وقت اومدن یک کاری رو انجام دادن، تحریم ها رو برداشتن، اومدن گفتن ما توافق کردیم، تمام شد. هر وقت مراودات بین المللی رو برقرار کردن، اومدن گفتن که ما در واقع پرستیژ بین المللی رو دوباره به کشور بازگردوندیم. جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از این در مراودات بین المللی و در مراودات منطقه‌ای اساساً جایگاهی نداشت و جایگاهش تنزل پیدا کرده بود در مدیریت 8 ساله آقای احمدی نژاد، به طوری که پادشاه عربستان دست رئیس جمهور ما رو به صورت تحقیرآمیز میگرفت و اینور اونور میکشوند. ما امروز در جایگاهی قرار گرفتیم که در معادله مهم در واقع مذاکرات سوریه نقش اساسی داریم. این گام‌های بزرگ رو دوستان ما هممون میدونیم عمدتاً بر مبنای آواربرداری بود. آواری که طی 8 سال بر سر ملت ایران خراب شد، بالاخره زمان میبره تا این آوارها از زمین برداشته بشه. تعامل با دنیا، بله تعامل با دنیا. کدوم کشوری در دنیا بوده که اول قدرت نظامیش رو تقویت نکنه بعد توی اقتصاد یا هر موضوع دیگه توی دنیا موفق بشه؟ نمونهش کشور همسایه‌مون ترکیه اول ارتش ششم دنیا شد، بعد اقتصادش رشد کرد. خب دوست عزیز، ما اول بنامون روی اینه که کشورمون رو از داخل تقویت کنیم بدون جنگ، با صحبت، با تعامل با دنیا. آخه اصلا این من نمیدونم اسم اینو بزنین گفتمان. خب یه گفتمانی بود که اسم قبلیش پوپولیست بود. حالا موردای دیگه هم داره، تو بخش زنان هم بهش میپردازیم. خب همونه. اتفاقا حالا که شما اسمشو گذاشتید گفتمان، ما هم موافقت میکنیم و میگیم ما میتوانیم شما نمیتوانید. شما میخواید بگید که اون دولت به ما ربطی نداره، اینو نمیتونید بگید. از الان جوابتون رو میدم، چون تمام اون هیئت دولت توی ستاد آقای رئیسی فعالن. یعنی فقط آقای احمدی نژاد شکلش عوض شده آقای رئیسی. چند وقت آقای رئیسی تشریف بردن مشهد، مسئولیت گرفتن، گفتن 6000 واحد من برای زوار اونجا ساختم. حالا با اینکه این پولشو از کجا آوردی و کی به شما اجازه داده 6000 واحد اونجا بسازی کاری نداریم. توی این مدت زمان 6000 تا آلاچیق میشه ساخت که ایشون میگه 6000 واحد من ساختمون ساختم. شما تازگی ها که نه، در چند سال گذشته اصلا سری به نازی آباد زدی؟ سری به روستاها زدی؟ وضعیت سلامت رو دیدی؟ چرا فکر میکنید که فقط بحث عرضم به حضورتون که ساخت و ساز مهمه؟ بهداشت نمیخوای؟ خب شماها بیشتر با لوله و نمیدونم مسائل و اینا در ارتباطی. کجا رو باید در موردش صحبت کنیم؟ جز مسائل امنیتی، جز نمیدونم مسائل قضایی، کجا مسائل اجرایی داشتن که بیان یه ساختمونی بسازن به قول شما، نمیدونم یک بیمارستانی بسازن، یه فضاسازی فرهنگی بکنن؟ خب طرح فرهنگیشون فکر میکنم این باشه که اعدام رو از دور میادین اصلی برداریم بریم تو زندان انجام. رفیقمون آقای بشیری بحثا رو خوب جلو برد. یعنی من اگر روحیه و انگیزم نداشتم، روحیه و انگیزه رو در من ایجاد کرد. برادر عزیزم، شما دولت رو دست داری، رئیس جمهور رو میفرستی تلویزیون با یکی دیگه ازش دفاع بکنه، یعنی خودش هم نمیاد از کارهای خودش دفاع بکنه. مگه من میام به شما بگم چون آقای نعمتزاده تو دولت بنی صدر بوده الان شما دولت بنی صدری؟ این چه منطق بیخود و مسخره‌ای که شما به کار میارید؟ چون مثلا فلان وزیر اینجاست پس این وزیره الان اینجاست، پس یعنی دولت احمدی نژاد همش اینجاست. خلاصه مدیران تو این مملکت یه عددی یعنی نسبتی ان. مگه به غیر از این 8 سال مثلا آقای زنگنه الان مگه چند سال وزیر تو این مملکت؟ 16 سال تو دوره آقای خاتمی و آقای هاشمی و بعدش هم دوباره الان 4 سال. پس من میتونم بیام همه ایرادای دولت آقای هاشمی رو بگم مربوط به ایشونه؟ نه، این آقای زنگنه است. اگه من در مورد شخص زنگنه حرفی داشته باشم میام بیان میکنم، ولی اگر در مورد مثلا دولت آقای هاشمی حرفی رو بخوام بزنم این غیر منصفانه است. همه ایرادها و یا نقاط ضعفش رو بخوام به دولت فعلی ببندم. این که به شما میگم دولت ما نمیتوانیمه، این که میگم گفتمان ما نمیتوانیمه، براش استدلال دارم.
شما دولت رو در زمانی تحویل گرفتید که واردات ما از چین، آقای روحانی مگه سال 99 گفت آقا ما همه پول نفتمون رو باید بریم برای کارگر چینی کار تولید کنیم، باید بیاریم تو داخل؟ خیلی خوب، بسم الله، آمار رو چک کنیم، آمار نقطه به نقطه و نمیدونم چی یعنی چی. آمار سال 92 واردات ما رو نشون میده ما 8 سال وارداتمون که قابل دفاع نیست. یعنی باید به اون دولت قبلی ایراد گرفت که چرا ما در 8 سال 30 میلیارد دلار واردات از چین داشتیم. چی وارد کردیم؟ خب بابا این 30 میلیارد دلار اگه میوردیم تو این کشور سرمایه‌گذاری می‌کردیم، بچه‌های این مردم میرفتن سر کار. ولی شما یا این اومدید 30 میلیارد، همون 30 میلیارد اگه نگه می‌داشتیم میگفتی آقا ویرانه بود، من این ویرانه رو مجبور شدم در همین سطح نگه دارم آواربرداری میکنم. خب این حرف پوپولیستیه که شما ظرف 3 سال 30 میلیارد رو تبدیل کردی به چقدر؟ به 60 میلیارد تبدیل کردی. خب بعد این 60 میلیارد رو در 3 سال اومدی هزینه کردی. واردات ما از چین خب آخه جالبه، ما ببینیم آخه چه کالای ارزشمندی داره وارد میشه. آمارشو چند تاشو برای شما میگم. ما تن ماهی وارد کردیم 91,000 میلیارد دلار. بادام زمینی وارد کردیم 1 میلیون دلار. اینا رو حالا ول کنید. ما چند تا کارخونه سیمان تو این مملکت اومده تو این 3-4 سال گذشته اعلام ورشکستگی کرده. من چند تاشون نمونه‌ای براتون میگم. ما مثلا اومدیم کاشی نیلوفر و کاشی ایرانا و خدمت شما عرض کنم که فولاد آلیاژی و دوچرخه سواری آساک و همه اینا رو تعطیل کردیم. بعد اومدیم چی از چین وارد کردیم؟ 558,000 دلار سنگ پا وارد کردیم. خب برادر من، شما اومدی میگی آواره تحویل گرفتی، خب همون آواره رو حداقل تحویل میدادید. درد اینجا 14,000 دلار اومدیم آدامس وارد کردیم. ما 558,000 دلار اومدیم خاک رس وارد کردیم. یعنی اینا درده. چرا دردو میارید یه چیزی که میگید سوابق شما چیاست؟ شما دولت امنیتی، شما وزیر فرهنگ و ارشاد امنیتیه، شما وزیر کارت امنیتیه، شما سرتاپای دولتت اومدن اطلاعاتی ان. بعد اومدی به یکی دیگه میگه آقا امنیتیه. شما انتظار داری مثلا یه فردی، تازه من اصلا با این نکته‌ای نداریم، خلاص آقای روحانی موقع دبیر شورای امنیت ملی بوده، تو اون دوره اومده حصر رو رقم زده. خب بیاد الان شما میگی این چرا پخش شده، این سوگیریه. شما اگر آقای میرحسین که خدا بهش عقل داده بود تبریک میگفت 4 سال بعدش رئیس جمهور بود، شما اینجا نبودید که دیگه اصلا. یعنی اصلا شما دارید سوء استفاده میکنید ازش. اتفاقا شما اگر اون تو اصل نباشه باید برید کاسه گوزتون رو جمع بکنید، بخاطر اینکه وقتی اصل جنس بیاد تو میدون کسی دیگه با شما کاری نداره. مگه کسی مانع اینه که اونها بیان توبه کنن برگردن بیان تو دایره نظام؟ خودشون انجام نمیدن و شما هم پیگیری نمیکنید. دلیلش اینه که شما یه چیز دیگر رو دارید به بیرون منتقل میکنید. دلیلش اینه که اگه آب باشه دیگه اصلا نمیاد با شما تیمم کنه. تو این مدت ماها هیچ کدوم کره مریخ نبودیم. یه دونه ماهواره بر بچهای شریف درست کردن، اینو از روی سکوی پرتاب کشیدن پایین. شما دنبال تقویت ظرفیت داخلی هستی. شماها که ببخشید سوریه رو به دیپلماسی خودتون میبندید. شما که اگر سوریه قرار بود با مدل شما اداره بشه که معلوم نبود الان اونا تو کجای همدان اینا ما داشتیم الان ما داعش می‌جنگیدیم. و هم بگید شما که انقدر دنبال بحث سوریه هستید، یک نفر به هم بگید از این خانواده شهدای مدافعه اومده باشه بگه آقا من حامی این آقای روحانی ام، این به ما رسیده. ما دنبال پوپولیسمیم، ما دنبال امنیتی کردنیم، کار رسانه‌ای میکنم. میخوام ببینید که اینها فقط احضاریه‌های دادگاه است. یعنی بنده در طول این مدت اینا احضاریه‌های دادگاه بنده است. احضاریه است که اکثر اینها رو دولت و وزارتخونه‌های دولت و دانشگاه‌های دولتی اومدن شکایت کردن. شماها دنبال آزادیید، ما دنبال امنیتی کردنیم. این پرونده بنده است. طرح می‌کنی که اینها کار فرنگیشون اینه که اعدامو نمیدونم فلان کنن. شما انتظار داشتی کسایی که خون مردم داعش درون کشور بودن، سر بچهای مردم رو می‌بریدن، اینها رو اعدام نشن؟ این پرونده آقای رئیسی اینجاشو بهش ایراد دارید؟ یعنی میگید چرا منافقین اومده اعدام کرده؟ خب پس حالا که میایید تا اینجاشو میگید، لا الهشو میگید، چرا الا اللهشو نمیگید که اون موقع این بنده خدا معاون دادستان بوده؟ من که دفاع میکنم از این اتفاق، ولی چرا نمیاد بگید دادستان کی بوده؟ چرا نمیگید موسوی تبریزی و موسوی اردبیلی و موسوی خوینی ها اینا همه اونجا بودن؟ الان اونا تو تیم کیان؟ خلاصه اونایی که میومدن با سیم سر بچهای بسیج و سپاه و اینا رو میومدن تو غرب کشور میبریدن، اونی که میومد پونز میزد، اون الان اومده حرف از فرهنگ برای من میزنه. اونی که پونز تو صورت مردم میزده، نه به اون کارتون نه به کار امروزتون.